سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدیم با یه پیرسینگ جدید، پیرسینگ بلی یا همون ناف. همینجور که میبینید دارم اول اندازه گیریشو میکنم که صافتر بیاد. مشتری هم خیلی استرس داره. همینجور که میبینید شروع میکنیم. بله یعنی این شکلی بهتون بگم که پیرسینگ بلی یا همون ناف اصلا دردی نداره، یعنی مثل گوش، مثل هلیکس و اینا نیست و خیلی دردشون از اونام هم کمتره. الان هم پیرسینگ رو وارد میکنیم و تمام. مشتریمون وقتی که سوراخ کردیم و تموم شد گفتش که اصلا اونجوری که فکر میکردم درد نداشت، اصلا درد نگرفت. همینجور که میبینید خیلی هم آروم پیرسینگش رو میبندیم و تمام.